ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتار 104. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. بعد از کیف را به جایش آوردن، به امید زود به خدا رسیده آخرت را به دست در آوردن، ورد و اوراد شیخ تعلیم داده را تکرار می کردم و هر گونه کارهای سیاه خانقاه و خانه شیخ را هم به جا می آوردم. نظر به قول مخدومی گو، او 1 سال در خدمت خانقاه و شیخ دوام کرده است، اما هرچند کوشش نموده است راهی به خدا و آخرت رسیدن را نیافته است. برعکس در آنجا از طرف شیخ و مریدان نزدیکی او به عمل آورده شدن پسترین کارهای دنیا را پی برده است. مریدان نزدیکی شیخ که از 4 یا 5 نفر زیاد نبوده، در حرم سرای و در حجره خاص محرم او بودند، همیشه کوشش می کردند که مریدان بیرونه همه بود و نابودشان را به شیخ سپرده خود ترک دنیا کنند، یعنی از حاصل دسترنج خود که از راه دهقانی، حیوان پروری و از کسب و پیشه های دیگر می آید خود بهره نبرند، فقط به خوراک و پوشاکی به قدری ضرور قناعت کنند. مریدان مقرب بی حیایی را به جای رسانده بودند که از عامه مریدان کسانی دختردار را دلالت می کردند تا دختری خود را به شیخ هدیه کرده آورده به حرم سرای او سپارند. صاحب جمال ترین این گونه دختران اول نصیبه شیخ، بعد از آن روزی مریدان مقرب می گردیدند. هرگاه که به حرم سرای دختران آب نرسیده تازه تر پیدا شوند، شیخ کهنه ها را پدری کرده به مریدان درجه 2 نکاح کرده می داد. دختران بدنما و دلناکش در خدمت آشخانه، خمیرخانه و جامشوی خانه شیخ که این خانه ها باید در هر شب و روز برای صدها نفر خانقاه نشین کار می کردند می پوسیدند. مریدان مقرب برای وادار کردن عامه مریدان ساده دل به این فداکاری ها در پیش آنها درباره کشف و کرامات شیخ حکایت ها ساخته و بافته می گفتند. مخدومی گو این احوال را می دید، می شنید، پی می برد و در نتیجه در دل خود قرار می داد که باید راهی به خدا رسی و آخرت به دست دراری این نباشد. او در نتیجه این تفکر در حق شیخ و خانقاه در شک و شبهه می افتاد، چون که او در تاراج کردن مردم از امیر و حاکمانش تا شیخ و مریدانش هیچ فرق نمی دید. فرقی که در این بین دیده می شد یکم همین بود که اگر امیر و مأموران او
تاراجگری خود را در تمام قلمروی بخارا به عمل آورند، تاراجگری شیخ و مریدان مقربی او در دایره تنگتر در بین عامه مریدان که از 1000 تا 5000 نفر بودند به عمل می آمد. اما همه شیخ‌های خانقاه نشینی قلمروی بخارا به نظر گرفته شوند، دایره تاراج اینها به دایره تاراج امیر و مأمورانش برابر می آمد. فرق دوم در این بود که اگر امیر و مأمورانش مردم را با زور و ظلم، با زدن و زندان کردن تاراج کنند، شیخ و مریدان مقربی او با نیرنگ و فریب این کار را به عمل می آوردند. مخدومی گو از جهت دخترغنداری، فایده بری و به دیگران انعام کنی هم در بین این دو گروه فرق نمی دید، چون که امیر هم دختران حاکمان و مأموران خود و دیگران را به دست آورده اول خود فایده می برد و سرقوت خود را به اهل دربارش انعام می کرد. مخدومی گاو در این جای سرگذشت خود گفت: من همه چیزی خود را بای داده باشم هم هنوز عقل و ادراکم را تماما بای نداده بودم. این چنین در من نشانه ظاهری انسانیت نمانده باشد هم حس انسانیت هنوز بود. بنابراین می بایست من بعد از پی بردنم به این احوال دقیقه هم در آنجا نمی ایستادم. اما فریبگری شیخ به عقل ضعیف شده من که با تأثیر برش و کوکنار به خیالات گرفتار گردیده بود غلبه کرده، باز یک سال دیگر در آن لایدان ماندم. نظر به نقل مخدومی گو، شیخ هر روز چند بار، هیچ نباشد یک بار، بعد از ورد و اوراد مقرری خانقاهی مریدان را وعظ و نصیحت می کرد. موضوع وعظ و نصیحتی شیخ وسوسه شیطانی بود. در این باره شیخ می گفت: مرید را از رسیدن به خدا و از صاحب شدن به کفش و کرامات وسوسه شیطانی باز می دارد. شیطان در دل او جایگیر شده نسبت به شیخ، نسبت به خانقاه و عموما نسبت به سلوک مشایخ شک و شبهه می رویاند. هر کاری شیخ را که به چندین حکمت پوشیده الهی وابسته است مخالف شریعت، حتی فسق و فساد کرده نشان می دهد. مریدی که در این مرتبه ماند، یعنی شک و شبهه را از دل نیست کرده، به وسوسه شیطانی غلبه نکند، گمراه ابدی می شود. شرط اعظم مریدی و سلوک مشایخ رفتن با مسلک شیخ ها، با زور و قوت شک و شبهه را از دل روفته پرتافتن است، یعنی کاری شیخ را راه راست دانستن است. معنی تصفیه باطن پاک کردن درون هم همین است. مخدومی گاو بعد از نقل ترتیب وعظ و نصیحتی شیخ گفت: اما من بعد از یک سال دیگر روشن فهمیدم که وسوسه شیطانی عبارت از همین گونه وعظ و نصیحت‌های شیخ بوده است. برای از نقطه پنهانی شیخ و خانقاه خبردار شدنم، مریدان مقرب نزدیک شیخ به من یاری دادند. نظر به قول مخدوم، مریدان مقربی شیخ بعد از یک سال به او نزدیک شدن گرفتند. درباره تا حال کشایش روی نداده، به کشف و کرامات صاحب نشدنش
افسوس خود را نشان دادند و هر بار در پس این گونه گفت و گذارها می گفتند. در بیشترین ما بعد از 1 سال و در بعضی ها بعد از 1.5 سال کشایش شده، کشف و کرامات روی داده بود. در شما که در بدن 2 سال چیزی روی نمی دهد، جای افسوس است. بعد از آن با آهنگ غمخواری و راه نشاندهی علاوه می کردند. به فهم ما دیر ماندنی قبضیت باطنی در شما به سبب ناقص بودن خدمت شما است به شیخ. بنابراین ما مصلحت می دهیم که خدمت خود را به شیخ زیادتر کرده با صدق دل ادا نمایید. مخدومی گفت که تا آن وقت رفتن خانقاه و اطراف آن را خود به گردن گرفته کسی دیگری را به این کار راه نمی داد، مانند هیزم شکنی و آبکشانی آشخانه عمومی و خانه شیخ را هم خود می کرد. در پی باز هم زیادتر خدمت کردن افتاده است. مثلا وکیل خرج شیخ به بازار برای چیز خریدن رود، او سر و پا برهنه همراه رفته همه چیزهای خریده شده را به دوش خود برداشته می آورده است. در زمستان برف بام خانقاه و بامهای حرمسرای شیخ را خود می روفته است. او شنیده بوده است که بهاءالدین نقشبند در شبهای زمستان آفتابه پرآب سفال را به سینه خود چسبانده گرم کرده، سحر برای طهارت به پیر خود میرکلال تقدیم می کرده است. او هم به بالای کارهای در بالا یاد کرده شده، در شبهای سرمای سخت زمستان آفتابه را با تصف سینه خود گرم کرده به شیخ آب طهارت تیار نموده دادن گرفته است. اما گفتگوزاری مریدان مقرب به او در موضوع لزوم درستر خدمت کردنش به شیخ و خانقاه مثل پیشتره دوام کردن گرفته است. در آخر مخدومی گاو از این گفتگوزارهای بی سر و بون و از غمخواریهای بی نتیجه و سرگم به جان آمده به مریدان مقرب گفته است: من خصوصاً بعد از تلقین شمایان کاری که از دستم آید و چیزی که به یادم رسد در راه خدمت حضرت ایشان شیخ و خانقاه دریغ نداشته کرده آمده ایستادم. کاری و چیزی که از غیر اختیاری من از من فرو گذاشت شده باشد، شمایان به من فهمانیتان تا که در ادای وی هم به قدر قوتم کوشش نمایم. مریدان گفتند: در خدمت جسمانی شما نسبت به شیخ هیچ کمبودی نیست، حتی 1 قسم آن بر زیاد است. با این همه این کفایه نمی کند. در خدمت شیخ کاری کردن در کار است که درآمد مالی خانقاه زیاد شود تا که معونت شیخ و مریدان را بردارد. شما دیده ایستاده اید که دایم 100-200 کسی خداجوی از دسترخوان شیخ آش و نان می خورند. در رمضان شماره خورندگان از 1000 نفر می گذرد. آخر این دنیا عالمی اسباب است. باید مبلغی به این قدر خراجات صرف شونده به واسطه ما و شما به دست درآید. من دارای چیزی بر زیاد نیستم که آورده در خدمت شیخ و خانقاه نثار کنم. من تنها 1 در حجره دارم که وقف وی را دادرم گرفته به آب و نشعه من صرف می نماید. حتی بسیار وقت می شود که وقف حجره من به این خراجات نمی رسد و دادرم مجبور می شود که 1 قسم وقف حجره خود را هم به من صرف نماید. به شمایان معلوم است که بی آب و نشعه من 1 روز هم زنده نمی مانم. در این صورت من چگونه به شیخ خدمتی مالی کرده می توانم؟ می گوید مخدوم در جواب مریدان. یکی از مریدان گفته است: هیچ کس از شما طلب نمی کند که از کیسه خود به خانقاه و شیخ یاری مالی رسانید.
اگر شما دارای مال و اشیا می شدید هم هیچ کس از شما این طلب را نمی کرد، چون که شما ملا و ملازاده می باشید و ملا و ملازادگان همیشه یاری مالی رساندن لازم است، نه این که از آنها نظر و نیاز طلب کرده شود. اما ما به شما راهی نشان می دهیم که اگر شما به آن راه روید، به ضمن این که درآمد مالی خانقاه را خیلی زیاد می کنید، خودتان هم با آسودگی زندگانی می نمایید. آب و نشعه شما هم به حساب خانقاه تهیه شده، وقف حجره‌تان برای خودتان ذخیره یا برای خراجات دادرتان صرف می شود و او هم در دنیا آسوده زندگی می نماید و ثمره خدمت‌هایی را که به شما کرده است در همین دنیا می بیند. مرید مقرب دیگری علاوه کرده است: اگر شما با راه نشان داده ما روید، به زودی خانه‌دار شده و یک دختری صاحب جمال شوهر می گردید که همه ما از دولت شیخ با دخترانی که به حرمسرای شیخ به طریقه هدیه و نظر آورده شده اند خانه‌دار گردیده ایم. در آن صورت شما در یکی از حولیچه های خانقاه منزل می کنید. زنی نازنینتان تنها خدمت محرمی تنی شما را به جا می آرد. جام شویی، خانه روبی، آش و نان پزی برین دیگر خدمت‌های روزگاریتان به واسطه خادمان خانقاه و خادمگان حرمسرای شیخ ادامه یابد. مخدوم گاو در این جای نقلی سرگذشت خود به ما گفت: اکنون در من هیچ شک و شبهه نمانده بود که شیخ و مریدان مقربی او همه فریبگری رذیل بودند. با وجود ضعیف شدن عقلم من یقینا فهمیده گرفته بودم که این راهبران خانقاه همه صیادانی آدم شکار بوده. راه خدا به دست در آوردن آخرت، نعمتهای الوان جنت دام و دانه آنهاست. با وجود این من خواستم چی بودن آن راهی را که آنها برفتن وی مرا تکلیف کرده ایستادند از زبان خود آنها شنوم. بنابراین از آنها پرسیدم: آن راهی که اگر من با وی روم هم درآمد مالی خانقاه را زیاد می کنم و هم خودم آسوده می شوم کدام است؟ گفتند: این راه معلوم و آسان است و شرح دادند: به شما معلوم است که از شهر و صحرا به پیش شیخ مریدانی ساده دل بسیار می آیند، خصوصا دهقانان صحرایی از حد زیاد ساده لوح می باشند. آنها گمان کرده اند که با آمده به شیخ دست داده از گناههای گذشته اشان توبه کردن در رو به خدا می رسند و آخرت را به دست می درانند. آنها نمی دانند که برای این کار جان سپاری و مال سپاری لازم است. آخر تا کس از بحر مال دنیا نگذرد به آخرت چگونه می رسد؟ انا همین شرطهای مریدی را به آنها فهماندن لازم است. هر کدامی ما هم به قدر توانستنمان مریدان را به فدای جان و مال و زن و فرزند دلالت می کنیم. اما از آنجا که چله سواد می باشیم، بعضی شکاکان به گفته ما آنقدر اعتبار نمی دهند. شما که ملا و ملازاده می باشید، سخنان شما زود قبول می یابد. یک زبان شدن شما با ما گفته های ما را هم قوت می دهد، خصوصا که درباره کشف و کرامات شیخ در پیش مریدانی بیرونه حکایت ها کنید. هیچگاه گپی شما در زمین نمی ماند و مانندی وحی آسمانی شنیده می شود. مخدوم گاو نقل سرگذشت خود را دوام داده و ما گفت: من برای باز هم روشن‌تر فهمیدن راه فریبگری خانقاه نشینان به آنها گفتم: من که در مدت 2 سال یگان کشف و کرامات از شیخ ندیدم، درباره کشف و کرامات به مریدان
چی گفته می توانم؟ آنها جواب دادند: در کتابخانه شیخ مانند تذکرة الاولیا و مناقیب، ترجمه احوال شیخ‌های گذشته، کتاب‌ها هستند و در آن کتاب‌ها درباره کشف و کرامات شیخ‌های گذشته حکایت‌ها بسیارند. شما که سواد خوب دارید آنها را می‌خوانید و هر روز از آنها یک دو حکایت را موافق همین زمان ساخته به شیخ خود نسبت داده به مریدان بیرونه نقل می کنید. دیگری از آن مریدان مقرب علاوه نمود: وقتی که به شما کشایش روی داده قبضیت باطنیتان برهم خورد، خودتان هم از شیخ کشف و کرامات ها می بینید و به خدا می رسید. مخدوم گو در این جای سرگذشت خود به ما گفت: چون همه فریب و نیرنگ خانقاه نشینان را فهمیده گرفتم، وظیفه من آن بود که رذالت کارهای آنها را بروی خودشان زده بعد از آنجا برایم، اما ترسیدم که مبادا آنها برای پوشیده نگاه داشتن سری خود مرا تلف نمایند. بنابراین در ظاهر به آنها آری بلی گفته همان شب از خانقاه گریختم و در حالتی گریختم که من هم از دنیا و هم از آخرت محروم و ناامید شده بودم. اگر پیشتر من خود را دنیا را از دست داده و به راه آخرت در آمده گمان کرده باشم، اکنون به من شک نمانده بود که راه آخرت را هم یافته نمی توانم. به همین طریقه از نیک و بدی آدمان نفرت کردم. بنابراین در مزار منزل گزیدم تا که هیچ نباشد بقیه عمر خود را در میان مردگان گذرانم که به کسی ضررشان نمی رسد و خودم هم در اینجا به کسی ضرر نرسانم. خواننده باید در خاطر داشته باشد که مخدوم گو در اولی ملاقات سری مزاریم در مقدمه نقل سرگذشت خود به ما گفته بود که خودم را خراب کردم و دیده ایستاده اید که عاقبت به همین احوال افتادم. این سخن مخدوم گو نادرست بود. او خود را خراب نکرده بود، بلکه او را محیط پوسیده فیعدلی از حد زیاد رذیل شده بخارای امیری خراب کرده بود. آن محیط نه تنها مخدوم گوبرین پهلوان آدم دوست را خراب کرده بود، بلکه صدها و هزارها فرزندان قابلی پر استعداد خلق را نیست و نابود گردانده بود. خراب و هلاک شدنی مانند محمدی مخدوم مرد مردان، برنا تیار، شرافجان هنرمند، استا مرادی زبردست و دیگر اهل کسبه‌ای که در یادداشت‌ها یاد کرده شدند و آنهایی که مانندی رستمچه یاد کرده می شوند. شاهین حیرت بر این شاعران که در یادداشت‌ها و تذکیره ها مذکورند، حتی خراب، هلاک و مایوس شده از دنیا چشم پوشیدنی احمد مخدوم بر این متفکران مثالی همان خرابی و هلاکت عمومی دوره پوسیده امیری است. اینها همان قابلیت و استعدادهای نامردنی خلق بودند که در بخارای امیری نه تنها تربیه و انکشاف نیافتند، بلکه سوخته خاکستر گردیده به باد فنا رفتند. اگر آن فرزندان پر استعداد خلق در زمان سویتی می بودند، هر کدام قهرمان خلق، قهرمان مهنت سوسیالیستی، ادیب و ادبیات شناسی گذرا، متفکر و فیلسوف جهانی، خادم پرمنفعت جماعت، اختراعگری روی دنیا و مانند اینها می گردیدند. خواننده باید از سرگذشت مخدوم گو و دیگران سرسری نگذرد،
و باید دقت کند که اینها از تاریخ جمعیت و ساخت زمانی امیری پرچه هایی اند که در هیچ کتاب تاریخ نوشته نشدند. کشته شدن پرفاجعه رستمچه، وفات مخدومی گو و پیرک. من بعد از ملاقات یکمی سری مزاریم با مخدومی گو در بهار و تابستان و تیر ماه، اگر در شهر باشم، هفته یک بار به بازدید او به پشته بهشتیان می رفتم و در روزهای زمستان وقتی که هوا خوب باشد کمش در هر 15 روز یک بار از احوال او خبر می گرفتم. او در نظر من چنان می نمود که روز تا روز لاغر و بیمدار شده به لب گور نزدیک رفته ایستاده است. در وقتهایی در پیش مخدومی گو بودنم 2-3 بار با دادری او پیرک ملاقات کردن هم راست آمد. احوال جسمانی و روحی پیرک به نظر من از احوال برادرش هم بدتر نمود. پیرک که در اصل آدمی خرجسته، باریک بدن و قاق بود، اکنون مانندی مویی در آتش افتاده به خود پیچیده میانش خم خورده رفته بود. او که برادرش را از حد زیاد دوست می داشت، در احوال پرفاجعه وی تاب نیاورده به این حالت افتادنش طبیعی می نمود. عقل، هوش و ادراک پیرک تماما در جایش بود. او به خوبی می فهمید که برادرش امروز نباشد، فردا از دنیا چشم خواهد پوشید. او که یگانه دلخوشیش در دنیا همین برادرش بود، با تصور این حال تماما از روح افتاده و از خوشی‌های زندگی ناامید شده مانده بود. به من هم احوال پیرک از احوال برادرش بدتر تأثیر کرد، چون که من فکر می کردم اگر پیرک پیش از برادرش وفات کند، پس احوال این مرده جانناک چی می شده باشد؟ لقمه طعام و آب و نشعه هر روزش را به او کی تیار کرده می داده باشد؟ من هرچند فکر می کردم در خود آن اقتدار، شرایط و قوه مادی را نمی یافتم که بعد از وفات پیرک به جای او گذشته خدمت او را به برادرش بجا آرم. بنابراین احوال پیرک به من نه تنها به صفت دوستی خوبی اولینی من در بخارا بودنش بد تأثیر می کرد، بلکه به این بعد از وفات او تأثیری بدی تصوری باز هم بدتر و بی علاج تر شدنی حالی برادرش ضم می شد. شما گفتار 104 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.